بازار آشفته و با دلار 130,000 تومانی چه آیفون های ارزش خرید دارن؟ بریم تا دونه دونه بهتون بگم. بازه 30 میلیون تومان من بهتون پیشنهاد میدم که 11 نرمال یا 11 پرو اگر پیدا بکنید واقعا گزینه خوب. تا بازه 40 میلیون تومان بهتون پیشنهاد میدم 12 نرمال یا اگر پیدا بکنید 11 پرو مکس گزینه فوق العاده ای. تا بازه 60 میلیون تومان گزینه 13 نرمال رو داریم و اگر پیدا بکنید گزینه تمیزش رو 13 پرو هم خیلی گزینه خوبیه. 80 میلیون تومان به نظرم 14 نرمال و 14 پرو ارزش خرید همچنان دارن. 14 پرو فوق العاده گوشی خوبیه، نسبت به قیمتش واقعا میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. از 90 میلیون تا 120 میلیون میتونین 14 پرو مکس بگیرین که قیمت رجیسترش خیلی خوب شده. از اون طرف میتونین 15 پرو مکس بدون رجیستر هم بگیرین، اونم خیلی گزینه خوبیه. کسانی هم که دیگه از 120 میلیون تومان پول به بالا دارن دیگه فقط بحث سلیقه پیش میاد. سری 17 هست، سری 16 هم هست. هر کدومی که دوست داشته باشین میتونین بگید. در ضمن شما میتونید توی فروشگاه تکسیر گوشه قدیمیتون رو بیارین و با سری های 17 یا 16 یا نسبت به بودجهتون گوشه آپدیت تر و جدیدتر رو بگیرید. در فروشگاه تکسیر طبقه هفتم اوپال در خدمتتون هستیم.